سلام. بعد از اشباههای اعتدالی کوسه و شیخپری برای آمریکا و دست دادن ظریف با اوباما، النهایه نوبت به علی باپور رسید تا به صحنه بیاد و یک گرد و خاکی بکنه. عظمای زهرخورده پاتکش به باند رقیب و اینجوری شروع کرد. اینی هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنن، این برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنند، سهل اندیشی میکنند، مطلب رو درست نمیفهمند. تا اینجا هرچی گفت مقدمه بود، دستگرمی بود. اینا رو گفت تا النهایه آب پاکی رو روی دست رقیب بریزه و بگه آقا مذاکره بی مذاکره. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. هنوز کلمه آخر از دهن عظما در نیامده بود، دلواپسا عنان از کف دادن و زیر چتری که براشون دست و پا کرده بود شروع کردن به قطقط و قارقار. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس. مقام معظم رهبری پیش از این نیز در ماجرای گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ایران با آمریکا و همچنین پیاده روی وزیر امور خارجه ایران با آمریکا به دولت تذکر داده بودند و آقای ظریف هم متوجه این حساسیت بود. دولت باید دور آمریکا را خط بکشد. دور آمریکا رو خط بکشد؟ اگه میخواست خط بکشد پس چرا رفت دنبال زهرخوری؟ اگه میخواست خط بکشد پس نرمیش ذلیلانش واسه چی بود؟ بابا کوسه و شیخپری واسه رابطه با آمریکا کلی خواب پنبه‌دونه دیدن. کافی است رهبری اراده کنند. خواهند دید میلیون ها جوان با لبیک به فرمانده کل قوا آنها را که خواب آمریکا را در ایران میبینند بیدار خواهند کرد. البته پر واضحه که هدف عظما از این شاخوشونه کشیدن ها فقط کور کردن رابطه با آمریکا نیست. اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش خودش گفت اصلا رابطه با آمریکا رو خودش شروع کرده. بله، داستان بیخدارتر از این حرف هست. این ترس شکسته میخواد با این هارت و پورتا نوک کوسه رو بچینه. حالا بریم ببینیم واکنش کوسه چیه. رفسنجانی تعامل با دنیا و جهان اسلام را از اهداف مصرح جمهوری اسلامی در قانون اساسی توصیف کرد و گفت باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. تعامل با دنیا اسم دیگه همون رابطه با آمریکاست. داره به علی گدا میگه بی خود واسه من تکلیف روشن نکن، رابطه با آمریکا تو قانون اساسی هست، ما هم با کله میریم براش. ورق پاره های کوسه هم چپ و راست تو همین بادکنک فوت میکنن و بی خیال فتوای عظما دنبال قاچاق خودشونن. حاصل شیوه ظریف مذاکره وزیر امور خارجه نه تنها توافق هسته‌ای را به ارمغان آورد، بلکه حتی باعث شد در عرصه دیپلماسی عمومی ایران نیز چهره و وجهه ایران به عنوان کشوری اهل مذاکره و صلح طلب مطرح شود. بله اینجوری هست. کدوم خط سرخ و محدوده ممنوعه عظما سالم مونده که این یکی سالم بمونه؟ گوش کوسه و جماعت جام زهری به ناله هاش بدهکار نیست. اونا ساز خودشونو میزنن که از مدت ها پیش با غرب کوک شده. نتیجه این روزهای علی گدا هم چیزی جز جر و واجر شدن بیشتر نظام و جنگ و دعوای شدیدتر باندی نیست. تازه اولشه. حالا کجاشو دیدید؟ Chicago.